سلام، بریم 50 پرس آش رشته فوق‌العاده خوشمزه نظری درست کنیم با ذکر تمام نکات ریزش. نصف قابلمه آب میریزیم، با یه کوچولو آب لیمو میذاریم تا جوش بیاد. حالا رشته ها رو ریز میکنیم. وقتی آب به جوش اومد معجون آش رو بهش اضافه میکنیم که مخلوطی از زردچوبه و یک سری مواد دیگه هستش که داخل کپشن براتون مینویسم. سبزی آش رو داخلش بریزید. همزمان با سبزی یک قاشق مرباخوری نمک بهش اضافه کنید که سبزی رنگش رو به آش پس نده. در اینجا باید آب قلم اضافه کنیم. اگه نداشتید مثل من عصاره گوشت رو داخلش پودر کنید. حبوباتی رو که از شب قبل خیس دادیم و جداگانه پختیم رو داخل آش میریزیم. بر اساس اینکه حبوبات من خیلی خوب پخته، در ادامه رشته رو هم داخلش میریزم. به آهستگی به صورت رفت و برگشت باید اون رو مخلوط کنم. زیاد به هم نزنید که رشته ها ریز نشه. برای اینکه رشته ها باز شن حدود 15 الی 20 دقیقه دم کنید روی قابلمه آش میذارم. فقط دقت کنید که آشتون ته نگیره. سعی کنید آب اضافه داخل قابلمه آش نریزید. یه قابلمه آب جوش کنار دستتون باشه که اگه نیاز بود کم کم روی حرارت به آش اضافه کنید. در پایان نمکش رو اندازه کنید. نوش جان.